صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 4. سلسله تورانیان و احیای دولتداری و تمدن آریایی. با قول پلوتارخ، هنگامی که جنگ به فایده پارت‌ها انجام یافت، شاه اشکانیان گیراد با همراهی ارتباز ارمنی سازش بسته خواهر او را به پسرش پکار خواستگاری نمود. هنگامی بزم عروسی و عیش و نوش نمایشنامه‌های یونانی را نشان می‌دادند، زیرا گیراد از زبان و ادبیات آنها آگاه بود. ارتباز باشد خود فاجعه‌ها می‌نوشت، نطق‌ها و رساله‌های تاریخی ایجاد می‌کرد. وقتی که سر کرس را همچون غنیمت جنگی آوردند، اکتیور فاجعه آفر یاسون ترالی از نمایشنامه وکخان‌های یوریپید پارچه را قرائت می‌کرد. او سر پرخون کرس را برداشته تحت قرصک تماشابینان در هوای اجرای نقش پارچه زیرین شعر را بدیهتاً خواند. با خود می‌آریم غنیمت‌های عالی جناب و با شکاری با برار خویش از کوه‌های بلند می‌آییم. پادشاه از این هنرنمایی هنرپیشگان به وجد آمده از روی رسم مملکت خویش آنها را با تحفه سرفراز نمود. این پارچه بسا جالب تاریخی در قلمرو پلوتارخ از ضدیت شدید بین ریم و پارت شهادت می‌دهد که با وجود خط سرحد دو مملکت مقرر شدن رودخانه فرات، سرلشکران دولت ریم سیاست تجاوزکارانه را پیش گرفته مرزهای تابع دولت پارت را خودسرانه ضبط می‌نمودند. یکی از بزرگترین شکست‌هایی که امپریای ریم گرفتار آن گشت، محض شکست لشکرکش توانای ریم کرست در محاربه نزد شهر کرا 9 سپتامبر سال 53 پیش از میلاد بود. در نتیجه این محاربه و عقب نشینی‌های پی در پی زیاده از 20,000 جنگاور ریمی تلف یافته، 10,000 دیگرش اسیر می‌افتاد. اسیران ریمی را به قسمت شرقی مملکت به ناحیه مرو بدرقه نمودند که آنها در آنجا به زندگی مقیمی شروع نموده اکثرش به خدمت لشکر پارت جلب کرده شد. امپریای ریم بعد شکست دادن یونان یوریش‌های بابرار به اسپانیا و مطیع ساختن قسمی مملکت‌های اروپایی نفوذ خود را در بحر میانه زمین افزوده به مرکز تجارتی کل کشورهای غرب تبدیل می‌یابد. با قول جواهرلال نهرو از یک بندر مصر در بحر سرخ به هندوستان هر سال 120 فلوت تجارتی بحری سفر نموده در دوره مساعد بادهای بحری به هندوستان جنوبی می رسیدند و در بازگشت از آنجا اشیاهای نادر و کمیافت را می آوردند. ریم همچون دولت مقتدر دعوای امپری یگانه جهانی ساختن داشت و از همین خاطر جنگ و جدالهایش با دولت پارت افزوده شکست شرمنده‌واری سرلشکرش کرس را بخشیده نمی توانست. دولت پارت در کناره‌های دریای دجله و فرات چون پاسبان توانای مملکت پهناور شرق با امپریای توانای ریم سربسر شده سر راه ضبطکاری‌های امپراتوران و سرلشکران مغرور و شهر طلب آن را می‌بست. از همین خاطر کینه و عداوت سرلشکران غاصب ریم افزوده اکثر آنها پیوسته به سرزمین پارت لشکر می‌کشیدند و می‌خواستند پایتخت آن کتسیفان را ضبط نمایند. در دوره لشکرکشی‌های همصف یولی سزار آنتونی در یکی از محاربه‌های شدید جنگ ضد آراد دو که کرس را نابود ساخته بود سرلشکر پارت‌ها فرانیپت هلاک گردید. در محاربه بهار سال 38 تا میلاد پسر شاه پارت‌ها پاکار قربان گردید که این غلبه را ریمی‌ها چون قصاص سزاوار برای مرگ کرس می‌حسابیدند. در دوره حکمرانی امپراتور ریم
октавиан август ки давраи ҳукмронии ӯ ба солҳои 20 пеш аз милод рост меояд, байни Рим ва Порт муоҳидаи сулҳ ба имзо расид ки мутобиқи аҳднома нишонҳои ҳарбӣ, парчаму рамзҳои ҷангӣ ва асирони боқимондаи Марк Крас бозгардонида мешуд. ба хотири ин нишону рамзҳои ҳарбӣ дар Рим тантанаи бузурге ороста шуд ки маънояш шарафи ҳарбии римиҳоро пос доштан буд. ҳамин тариқ зиддияти империяи Рим ва давлати Порт пайваста идома дошт ва ҷангҳои шадиду оштинопазири миёни онҳо бо ғалабаи якею мағлубияти дигаре анҷом меёфт. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.